دیگه کبریت تو اینجوری روشن نکن. معمولا من کی میگه اینجوری تست کن آخه؟ یه بسته کبریت بازش کن. یه بسته کبریت بازش کنم، یه دونه قیچی ابرو. یه دونه قیچی کمون. این قسمتشو برش بزن. اوکی، این جایی که لازم نیست و کلا باید بگیرم. اوکی، این از این. حالا جعبه اصلی کنارهاشو بگیر. این دوتا رو باید بگیرم. اوکی، اینم از این بنازم. دو طرفو خم کن. اوکی، اینا رو خم کنم. دو طرفش. اینم دو طرفشو خم. این میشکنه، این چوبیه. اوکی، اینم از این. قسمتو به صورت کشویی بره اینجا. بعد نیم ساعت فکر کردن این اینجوری بره تو این، اینا میره اینجا، اینم میاد اینجا. فکر کنم اینجوری گفته باشه دیگه. فکر کنم چوب کبریتامونو صاف میذاریم داخل اینجوری. اوکی، حالا بر فرض مثال ما همشو گذاشتیم اینجا. الان اگه یه دونه رو اینجوری بگیرم، اوه کار کرد. بنازم، خیلی باله. به به جون. تا این تموم میشه لایکو بزن. دمت دم گرم.